این دوستان عزیز چقدر میبینید اکای رحمون تکنیکه را برای کار آماده کرده و زوادید میکنه. شما تماشا میکنید. اکای رحمون بگید که همین چخمه چمی او تکنیک 16 متر دوری را میگیره. 16 متر دوری را میگیره. دوستان عزیز اکای رحمون بازی تکنیکه را آماده کرد. کار را سر میکنن، تماشا میکنیم و لایک را بر نمونیم. ای انا در اونجا اکسکواتر کار که زای وزی با اونجا را میزن. زاهبور و زاهکشکنی در خوجگی تخم پروری کلوب انا اونجا رفته ایستاده است. وزی با اونجا میریم. اینجا عزیز مشکل میشوه یا که لای بگیریم ها؟ لای بگیریم باز اینجا اگر بیست میشوه اینجا مایده بد بوده الان برای مدد الان خیلی چیله یادی بده برادرای عزیز خیلی که میبینین این مهنت بسیار مهنتی سنگین است و هر کس هم در این نمودی تکنیکا کار کردن نمیتونه.
mana چخل ببینید نوز ایداخی تماشا کردیم توسط یک دوستان عزیز چخل میبینید اکر همون تکنیک را برای کار آماده کرده و زوادید میکنه شما تماشا میکنید این کاری سهل و آسان نیست که هر کس اکر همون بگید که همین تکنیک تا چند متر چکری را کردن ممکنه با همین عمود او تکنیک 16 متر دوری را میگیره 16 متر دوری را میگیرن او تکنیکوی نابرومدوی یاپونسکی که از برومدن او چی خیلی او ایودا سر حرکت انده همون هر خیلی را رفت کار دوستان عزیز اکر همون بازی تکنیک را آماده کرد کار را سر میکنن تماشا میکنیم و لایک را بر میمونیم این دوستان عزیز چی خیلی میبینید اکر همون سولیف با تجربه خیلی بای و طولانی خودشون همین خیل در کسب خودشون بسیار استای ماهر هستند هر کس هم باید طور کردن هر کس هم توسطی نمود تکنیکه با فکرم که کار کردنش آسان نیست هر کس هم نمیکنه من چکلی میبینیم توسط یک تور از اونجا چند تور یک 5 تور از این طرف یک تور کار میکنه که هر متخصص با فکرم که با این نمود تکنیکه کار کردن نمیکنه خیلی زعبور و زعفرشو را پوزا میکنن تا اینکه زمین های پخته زمین های کشاورزی شور نشوند عزیز در گذاشتن نتونی با پود پوزونو تا در روی لوی میدروه در روی زک چی برا اینجا اگر گذاشتن نتونین من همی جودا پوتون درومده میره و برونی لوی درنگی پوی ما بورید